به نام خدا. من دکتر غفرانی هستم، متخصص آنستزیولوژی و درد. در خدمت استاد گرامی آقای دکتر کفاش قرار کلینیک درد رهاپین رو راه‌اندازی کنیم. در کلینیک درد هدف آن اینه که بیمارا از دردهای مزمن رنج نبرن. دردهای کمر، بیرونزدگی‌های دیسک، دردهای زانو، شانه و کلاً دردهای مزمنی که بیماران به مدت طولانی تحمل می‌کنن، درصد بسیار زیادش در کلینیک درد ما درمان میشه و بیمار به یک بی‌دردی قابل قبولی خواهد رسید. انشالله در فیلم‌های بعدی و پست‌های بعدی بیشتر در مورد کلینیک رهاپین براتون توضیح میدم. آن را که چنین دردی از پای دراندازد باید که فرو شوید دست از همه درمان‌ها. من هم دکتر محمد کفاش، متخصص آنستزیولوژی و درد هستم و در خدمت شما در کلینیک درد رهاپین. چیه سرکار خانم؟ دکتر من پام خیلی درد میکنه و خیلی درد شدیدم، دردش به کف پا میزنه و وقتی هم که پامو بالا میگیرم دردش واقعا افتضاحه. چند وقته؟ خیلی وقته. خیلی وقت. عرضم به حضورتون که هیچ وقت MRI نگرفتی که نه؟ حالا طبق معاینه‌ای که کردیم مشکوکیم به تنگی کانال یا سیاتیک. درسته. و اینکه یه MRI باید بگیرین، یه نوار عصب و ان شاءالله هفته دیگه بیاید ببینید. شما موافقین استاد؟ چه کار کردیم برای دردت؟ من فقط جدیدن یه سونو دکتر برام نوشته بود انجام دادم که تو سونو متوجه واریس لگن شدم که قبل از انجام این سونو من خیلی باسندرد شدیدی داشتم که در حدی که اصلا نمیتونستم بشینم. اصلا حالا این درد برام جدید بود، حالا همچین دردی رو تجربه نکرده بودم و این واقعا خیلی منو آزار میداد. تو محیط کارم، حتی خونه نشستن، بلند شدن برام واقعا سخت بود. حالا اینا رو انجام بدین، هفته دیگه دوباره همین موقع بیایم ما در خدمت. چشم. مرسی، ممنون، قربان شما.